دادگاه عالی جمهوری سخایو در منطقه سیبری روسیه یک مرد 55 ساله زاده تاجیکستان و یک زن 38 ساله زاده یاقوتستان را در جنایت آدمکشی که 20 سال قبل در شهر یکوتسک پایتخت این جمهوری صادر کردند گناهکار شناخته، زن را به 7 سال زندان نظامش عمومی و مرد را به 15 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. خدمات مطبوعات دادگاه عالی یاقوتستان روز 17 اکتبر سال 2023 خبر داد که دادگاه این جفت را بر اساس قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه در کشتار برقصدانه از جانب گروه شخصان با مقصد غرضناک گناهکار شناخت. خود محکوم شدگان و یا نزدیکان ادوکات آنها برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه مرد زاده تاجیکستان از 1 اکتبر تا 16 دکبر سال 2003 به سبب نداشتن جای خواب یک حجره را در منزل یک پیرزن ساکن شهر یکوتسک در کوچه یارسلاوسکایا اجاره گرفتند. بعد چند زن زاده یاقوتستان که در این پرونده همچون شریک مهاجر تاجیک میگذرد نیز در آن حجره مسکن شده است. محکوم شدگان با روی فریب در جریان استعمال مشروبات کوشش کردند صاحب خانه را راضی کنند خانه او را به نام خود حجت گذاری کنند، ولی پیرزن از امضا کردن قرارداد فروش خانه‌اش سرکشی کرده است و آن 2 نفر با وعده به استراحتگاه بردن او پیرزن را از خانه برآورده در یک گوشه بی‌آدم او را بوغی کرده کشتند و جسدش را در یک چقوری یک گراژ در کوچه تیخانوف شهر یکوتسک زیر خاک کردند. بعد این آنها منزل پیرزن را ترمیم کرده چیز و چاره او را برآورده و خانه را به آدمان دیگر فروختند. برای آنکه کسی شوبه نکند آنها به نام پیرزن کشته شده چپته هواپیمایی یک طرف خریده به همسایه اعلام کردند که گویا پیرزن برای زندگی دائمی به شهر نوسیبیرسک کوچیده رفته است. بعد چند هفته کشتن پیرزن و فروختن خانه او این مرد و زن پول خانه در جیب به تاجیکستان رفتند و آنها را تنها سال 2022 دستگیر کردند. زن زاده یاقوتستان در شهر مسکو با جنایت دیگر به دست افتاده با حکم دادگاه ناحیه چریوموشکی از 24 ماه سال 2021 علیه زندانی شده بود. خدمات مطبوعات دادگاه عالی یاقوتستان گفت در جریان تفتیش مرد زاده تاجیکستان کاملا گناه را به گردن نگرفت، ولی به فرق از وی زن به گناه خود پورا اقرار شده با تفتیشات فعالانه همکاری کرد و حتی اسم باز یک شریکشان را آشکار کرد، ولی این نفر سوم علیه وفات کرده بود و به این دلیل پرونده او را به سبب مرگش قطع کردند.